اگر بخواهیم بفهمیم چرا به این ماه دی گفتند، باید برگردیم به ایران باستان. دورانی که مردم زمان را فقط با عدد نمی شناختند، بلکه برای هر ماه و هر روز معنا قائل بودند. نام دی از واژه اوستایی می آید که به معنی آفریننده یا دادار است، لقبی برای خداوند. در باور ایرانیان باستان، دی نماد نیرویی بود که جهان را می آفریند و نظم می دهد. برای همین این نام را برای ماهی انتخاب کردند که درست در دل تاریکی و سرما قرار دارد، جایی که زندگی پنهان می شود اما از بین نمی رود. این نامگذاری را موبدان زرتشتی و دانشمندان تقویم در دوران هخامنشی و حتی پیش از آن انجام دادند. آنها باور داشتند که زمستان زمان نابودی نیست، زمان آماده سازی است. به همین دلیل ماه دی را به نام آفریننده نامیدند، یعنی حتی در سردترین روزها نیروی زندگی در کار است. جالبتر این که در تقویم باستانی هر ماه 30 روز داشت و هر روز نامی جداگانه. نام دی آنقدر مهم بود که 3 روز از ماه هم به نام دی نامگذاری شد، نشانه ای از احترام ویژه به این مفهوم. پس ماه دی فقط یک بخش از سال نیست، دی یادگاری از نگاهی عمیق به زمان است. نگاهی که میگوید حتی وقتی همه چیز ساکت است، آفرینش هنوز ادامه دارد. اگر از این مطالب در مورد ایران عزیزمون علاقه‌مندید، کانال ما رو دنبال کنید و حتماً به کودکانتون بیاموزید که فرزندان چه مرز بومی هستند تا انگیزه‌ای بشه برای فردای بهتر. حالا که دی را شناختیم، بد نیست کمی هم از دی ماهی ها بگوییم، آدم هایی که در دل همین ماه سرد به دنیا آمدند. دی ماهی ها معمولاً آرام و جدی به نظر می رسند، اما این آرامش سطحی نیست. آنها زیاد فکر می کنند، عمیق تصمیم می گیرند و به راحتی هیجان زده نمی شوند. اگر کاری را شروع کنند تا آخرش می ایستند، چون پشت کار یکی از مهمترین ویژگی هایشان است. این افراد معمولاً مسئولیت پذیر هستند، دوست ندارند حرفی بزنند که نتوانند با آن عمل کنند. شاید احساساتشان را کمتر نشان بدهند، اما وقتی به کسی یا چیزی متعهد می‌شوند، کاملاً قابل اعتمادند. دی ماهی ها شبیه خود ماه دی هستند. ظاهرشان خونسرد است، اما درونشان پر از فکر، هدف و اراده است. آنها بیشتر از حرف با عمل شناخته می شوند و معمولاً ترجیح می دهند آرام جلو بروند، اما محکم. برای همین هم خیلی وقتها دیرتر دیده می شوند، ولی وقتی دیده شدند، اثرشان ماندگار است. پس اگر دی ماهی هستی یا دی ماهی ای را می شناسی، یادت باشد دی ماهی ها مثل زمستانند، ساکت، صبور و پر از قدرت پنهان.